از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب کتک خوردم. بدا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگفت به من سجده کن، من خدام، همه به من سجده میکنن، باید به من بگی سلطان. میرفت این صندلی طلاییشو بغلش یه دونه تاج پلاستیکیه و اون عصا چوبیه که مثلا من یه بار توی جواب دادن بهش مثال زدم، عصاشو برمیداشت راه میرفت، میخواست مثلا ایجاد رو با وحشت کنه، نمیدونم حاجی من خندم میگرفت. یعنی طنز بود قضیه، وسط ملودرام طنز بود. من میفهمیدم این طبیعی نیست این کاراش، ولی برید گمشی بیرون، من میخوام برم از این خونه بیرون. و اومد 2 تا حرف و 2 تا داستان، من اینو زدم. وقتی که زدمش، حالا نمیخواستم اینجا بگم این موضوع، ولی وقتی که زدمش فهمید که آجی این میتونه منو بزنه بترکونه. تا الان دمش کم که منو نزده. هولش هم دادم زارا نکی بخوام زدمش در حدی که برو دیگه بسته ولم کن. فرستادم بهش گفتم برو برید پایین ولم کنید و فلان حرفا. من تونستم برم. بعد این 2 تا دخترم دنبال من فرستاد. بعد گوشی موشی زد ترکون شیکون انداخت تو آتیش و اینا که همتون میدونین. بعد از اونم من از اونجا اومدم بیرون که همون آقای کنسرت گذار و زنش و اینا همه اومدن و جنگ جهانی دیدن. قبلش هم دخترم خیلی زده بود. یه ویدیو هم گرفت، اینو براتون تعریف کنم. طرفدارش جلو اومد گرفت ده بزن، ببین یه جوری تو گوش طرفدار 40 کیلویی زد، پرده گوشش پاره شد. دختر پرده گوشش پاره. حالا چرا زد؟ چون دید من دارم میرم و قبلش منو با سیم اتو زده بود. تا جایی که شلوار و لباس تنم بود انقدر باد که عکساشو هم رو دارم، انقدر باد کرده بود سیاه شده بود. خب یه دونه از اینا که همون رو شیشه و اینا بود، چشاش کاسه خون بود، زده بود خورده بود این ساق پای من و الانم هنوزم جاش مونده چون عضلم پاره شده. زده بود اینجا که مثلا پاچه شلوارم بالا بود، زده بود اونجا. این ترکید خون اومد و این به خاطر این اتفاقه. و دید من دارم میرم، هم بعد اون چاییه که خورده بود و دید من دارم میرم و اینا، یه ویدیو گرفت، طرفدارش آورد زد، گفت پلیس اومد، مأمور اومد، اتفاقی افتاد، کینو زده. میگفت من چک میخورد، میگفت کینو زده، من سلطان، من دوباره فیلمی ها. الان میخنده. من اون موقع داشتم قلبم داشت واسه این بچه پاره میشد، فکر نکنید. بعد خوابوندش روی تخت و سجده گفت بکن به دختره و سجده کرد و منم افتاده بودم روی تخت و ویدیو میگرفت، فوش خار مادر و فلان ویدیو میگرفت که چرا افتادیم به جون هم دیگه، مثلا برای آیندگان گرفته بود. چرا افتادیم به جون هم، مواد میخواین نشه بگی آدم براتون جنس جور کنه بده، چرا به جون هم میافتین؟ که مثلا نشون بده که من و یه دختر دیگه ای زده و یه بچه انقدی مثلا زورش به من رسید و ما با هم دیگه دعوا کردیم، چون دید در من که نمیتونه جلوم وایسه، من دیگه دارم میرم و دیگه فهمید که قرص مرساشو نخوردم کاملا. تو من دید، تو صورت من دید که بمونم کشتمش. یعنی قشنگ دید که سحر بمونه، سحر قریشی قاتل میشه، یعنی پای قتلش هم وایساده که من وای میستم شاید تو رو بکشم، یک جهانی رو نجات میدم از یک کثافتی مثل تو. منو تهدید میکرد که الان میرم دیگه فهمیدم، من یوتیوب فهمیدم، من میرم تو یوتیوب مینویسم که سحر قریشی بو میده و میرم جای ناموسی حرف میزنم، الان میرم همینجوری با همین ادا الان میرم میگم تو فلان. اصلا خب ببین زشته دیگه، واقعا زشته. من اون موقع تو اون شرایط واقعا حالم بد بود و قصه میخوردم که چیکار باید بکنم که این نگه. مجبور بودم به هر چی که میگی گوش بکنم، مجبور بودم گوش کنم، مجبور بودم وقتی طرفدارش جلوی من میزنه کتک میزنه لختش میکنه، مجبور بودم بمونم تو اون خونه خفشم، مجبور بودم دعوا نکنم، وگرنه زدن و کشتن من اینجوری بود. یعنی اصلا از خودم دفاع کردم. یعنی اگه پلیس میاد میدید که من از خودم دفاع کردم، میدید شکنجه ها رو. کاتر سیگار برگشو اگه طرفدارش یواشکی پاشو نمیذاش روش با کفش آروم، انگشت من الان نداشتم. اون شبی که با قیچی اومد موهای منو شروع کرد زدن، منو گرفت از طبقه بالا موهای منو گرفت کشون تو پله، فقط کتک زد و 4 تا دختر فقط جیغ زدن، خواهر گندش فقط جیغ میزد. ببین پسرا و کسای دیگه هم که، هیچ کسی هیچ کاری نمی کرد. بچه ها
مجبور بودم سکوت کنم، چون قیچی دست یارو بود، چون فلان چون راهی نداشتم. کیف اون موقعی که گفتم من میخوام برم، اون کیف مدارک منو برداشت، هم پاسپورتم توش بود، هم پولم توش بود، هم گوشیمو گرفته بود. من چی داشتم؟ گفتم تاش پیش خودم میگفتم اوکی من میرم مثلا سفارت، ولی چه جوری برم از این شهرک بیرون با این پایش دست و پای شل؟ خیلی خیلی چیزایی هست که بخوام توضیح بدم. از شکنجه‌هایی که به من میداد براتون توضیح بدم. مثلا طرفدارشو می آورد میزد جلوی من، یه بچه 40 کیلویی مثلا فکر کن دختر کوچولو روده، میزد. بعد میگفتم من چیکار کنم نکنی؟ بعد به من میگفت نگاه کن. بعد من خب میرفتم سمتش دیگه، میگم نکن. به خودمو میزد کاری نداشتم، ولی کسی جلو میزد میرفتم جدا میکردم و گفتم که نکن و فلان و این حرفا. گفتش که میرفت پایین دوباره دور میزد میومد بالا اینجوری کرد میخواین دوباره کتک نخورین بیاین زیر تتو بشینید. ببین یعنی بیاین بشینید که فقط من بعد میشستم، بیاینی وجود نداشت. دوباره من حاضر بودم این بچه کتک نخوره، اون یکی چیش نشه، دوباره ما یه تتوی چرت و پرت بدون بی‌استی به کسی که اصلا بک‌گراند کار نبود گفت اینو بزن. و این دختره داشت همزمان اشک میریخت، اینو میزد با خواهرش حرف میزد. آره من نمیتونم، خواهرشم تتو آرتیست بود، من نمیدونم چه گویی بخورم فلان. اون میومد چه خبره، دو تا البته میزد، دوباره این دستاش میلرزید، زنه گنده. دوباره منو برداشت برد توی همون، کله من اینجوری کرد توی همون تیغ زدن، کله من اینجا آب میگیره کف و فلان حرفا تیغ زدن. اوکی دوش بگیر بیا بیرون تتو کاری کردلتو. این هر کاری کرد واقعا منو نتونست از اون ریخت و قیافه‌ای که میخواست بندازه بقیه رو مینداخت بندازه، چون همه چیزی به من میومد و حالش بد میشد. هی میگم این باز هنوز قیافش خوبه، این چرا قیافش عوض نمیشه؟ که تتوی سرمو زدیم و همچنان خواهرش داشت ویدیو میگرفت. اگه تا الان سکوت کرده بودم فقط به خاطر این بود که حالم خوب نبود، من شکنجه شده بودم. من توی خونه بودم که 4 روز آخر آب و غذا بهم نمیدادن. من تو خونه بودم که به زور تو دهن من قرص میکردن، عین این دیوونه خونا تو دهن من چک میکردن که قرص رفته پایین یا نه. قرص بدون آب به من میداد که من تشنگی خفه شم. فش خوردم تو اون خونه، حرفای زشت و رکیک شنیدم. من 24 بدنم کبود بود، هی میگفت کبودیت خوب شه بعد میذارم بری، بعد این تا بعد این خوب بشه، بعد هی میگفت تتو کن درد بکشی، من درد بکشی دیگه نزنمت. بچه بعد میگن شرایط کدومه؟ گریه میکرده. آره وقتی صورت من ترکیده، وقتی همه جام بدنم درد میکنه منو به زور میاری میشوری با ترکیدن. از یه ماه مثلا 2 ماه دارم هر روز کتک میخورم از تو بی دلیل، بعد سنمی هم باهات ندارم، من یه آرتیست دیگه ام، تو یه آرتیست دیگه، نه دوست دخترت هم، نه نسبتی با تو دارم، نه اصلا هیچی. خواهرتو برداشتی آوردی که همه چیز زیر نظر چیز باشه. بچه‌ها دست به دست دادید و نمیدونم مامانش کادو داد و اون اومد گفت تبریک میگم و خانوادگی مشکل روحی روانی دارن. اصلا من فقط درگیر این کتکا و این درگیر و بی دلیل و تو رو درواسی این که فلانی داره منو میزنه و نمیدونستم دفاع کنم، الان من بزنمش با کله برم تو صورتش بگیرم بهتر چیکارش کنم. بعد زورت هم بهش میرسه، تو حالت بد میشه. یعنی خودتونو بزنین جای من، یه آدم کوچولوه کلا اینقدی کوچولو جلوت وایساده، بعد قلدری هم میکنه، بعد داره تو رو مثلا بی دلیل میزنه و تو نمیفهمی چرا. چشا کاسه خون، یه پرده روی چشم. ببین بچه‌ها مورفین میزنن سردیشون میکنه، بعد میرن شیشه میزنن گرمشون شه. این تیکه شه که ای سرد میشه گرم میشه، پشمای آدم میریزش از همین جاها اومده. و یه ذره عقلتون یه خود استفاده کنین از مختون. بعد چرا حالا پشمای یارو میریزه؟ برای اینکه وقتی تو این فاصله این اتفاقه یارو میاد یهو مثلا میزنه سرقرشو میترکونه، بعد یهو میاد میبینه واو زده ترکونده از بالا تا پایین. بعد چرا زده ترکونده؟ یا میگه اوه بی گل خوردم، ای وای، میره 4 جفت کفش میخره، میاد با همین آقای که کنارشون هستن الان دیزاینرشونن، اینا رو اسم میبرم نشونه میدم بدونید که من دروغی ندارم این وسط بگم. اومد نشست بغل من و اولین مکالمه طولانی ما بود. نشست یه ذره صحبت کرد، بعد گفتش که چشاش پر اشک شد از حرفش و اینا. بعد گفتش که سرقرشی تو رو خدا منو گردن بگیر، بذار مردم بگن یه آدم حسابی منو گردن گرفته. آقا من واقعا پرام ریخت، گفتم آجی اینم بدبخته. گفتم
این دیگه چقدر بد. گفتم آقا افتادیم تو داستان، من اصلا حوصله این اتفاقا رو ندارم. خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم سوخت، اصلا حالم بد شد. بعد تایپ منم نبود، دروغ چرا، میتونست یک عمر رفیقم باشه میتونست یه عمر رفیقم باشه، پارتی کنیم، عشق کنیم، با هم بخندیم، ولی به عنوان پارتنر نمیتونستم بپذیرمش. و گفتم که واقعا نمیدونستم چی بگم بهش. گفتم که نه این حرفو نزنید، حالا ایشالا خود مدیریت بهتر بکنید درست میشه. این حرف و حدیث خودی که با ادب‌تر برخورد کنی، یه خود فحش ندی و اینا اوکیه، مردم اوکیه. خب به هر حال بچه‌ها، جوونا، ما خانواده‌ها نمیخوام بچه‌هاشون بیادب باشن. موندم چی بگم بهش. گفت بیا منو گردن بگی، این حرفا رو ول کن و فلان و این حرفا، اگه نمی‌کنی اشکالی نداره باشه و بغض و فلان، حداقل یه 2 شب دیگه اضافه تر بهمون بذار ما پوزتو بدیم، بچه‌ها بیان اشغال کنیم، بگردیم و بچه‌ها فلان چی، ما بریم راه بریم و بریم خرید و بریم. گفتم که نه، بیرون که نه، من واقعا برگردم، خیلی کار دارم به خدا. و بچه همون شب دوباره منو نگه داشتن و همون شب دوباره دوستاشون اومدن و این آدمه شد یک آدم دیگه. تولد همون آقای کنسرت گذار بود، خانمش و همه بودن و بیبی که اونجا بودن که من همونجا فهمیدم ایشون زیر سنه. حالا داستان زیر سن بودن و چجوری اونجا بودنم براتون توضیح میدم، ولی من اونجا گفتم این خیلی کوچوله، این دنبال مامانش بزرگترش گشتم. گفتم این اینجا چیکار میکنه؟ به خانم آقای کنسرت گذار و فقط منو نگاه کرد. من اصلا گفتم اینجا ریاکشن هم نداره، همینجوری نگاه اینجوری کرد و هیچ نگفت. خلاصه میدونین چرا هرچی دختر دورشه اسم ائمه داره؟ تا حالا طرفداراش به این موضوع فکر کردن یا همچنان؟ من بهتون میگم دلیل این که این آدمه دورش پر از دخترایی که اسم ائمه دارن، آقا خودشون تعریف کردن، خود یکی از همون دخترها من تعریف کرده. خیلی چرکه این چیزی که دارم میخوام بهتون بگم. نکنید. من اینجا از این ویدیو خواهش میکنم از خانواده ها گول بچه‌هاشون رو نخورن. ما میخوایم اسممون رو عوض کنیم، فکر کنم بچه‌هاشون روحانی شدن. این آدمه میاد رفته یاد داده به دخترای زیر سن که برای این که بخوایم بیاین تو خونه من باید پاستون و اینا حداقل 18 سالتون تموم شده باشه. اونا گفتن چیکار کنیم؟ گفته که برید اسمتون رو به بهونه‌ای که اسمتون رو عوض بکنید. حالا این میگفت پیش آشنای خودش رفتیم، ولی من نمیدونم حالا رو از مثلا شهرستان باشه پیش آشنای، این که حتما همه نمیان تهران برن مثلا برن پیش آشنایی. میگفت بهشون یاد داده که دخترا برید اسمتون رو عوض کنید. اسم بخوای عوض بکنی، مثلا اگه اسمت فاطمه باشه توی قانون ایران نمیتونی اسمتو مثلا بذاری آیناز مثلا، ولی اگه آیناز و تناز و مثلا فلان باشه میتونی اسمتو بکنی فاطمه، بکنی زهرا، اسم ائمه بذاری، میتونی این کارو انجام بدی. میرن این کارو انجام بدن، به بهونه این یه پولی اضافه تر به اون طرف میدن به یکی. وقتی که میره اسمو عوض میکنه حالا فاطمه میکنه زهرا یا هر چیز دیگه، سنم تغییر میده، سنو میاره بالا که اینا به سن قانونی برسن. بعد اینا میرن پاسپورت میگیرن، سنشون تو پاسپورت بالاه، بعد دیگه این آدمه دختر زیر سن تو خونش راه نداده. ولی شما دقت کنید به حجم بیشوری اون آدما. و البته بگم حجم بیشوری که دوباره رفتن، اونایی که دوباره رفتن نگاه کنی اینا از بچگیشونه. بماند که اون بنده خدا به خاطر گربه هاش رفته بود و من میدونم که حیوان خونگی داشتن یعنی چی و این آدمه چجوری تهدید میکنه. الان چشش رو با چنگال در میارم، الان این کارو میکنه. من دیدم این آدم چقدر کثیفه. میدونم چه بازی روانی با اون بچه کرده، اون دختر بچه‌ای که 2 تا گربه هاش اونجا بودن. روز و شب منو به هم نریزین، چون الان دیگه خطرناکم، دیگه سحر قریشی نیستم، من الان پروازم، خیلی خطرناکم. یعنی فکر نکنین فقط به فکر مسیر قانونی میرم، مستقیم اگه قانون جواب منو زمان بره مستقیم میرم تو مسیر غیر قانونی.